دامنای عزیز، من سوال، یک شخصی طالب علم کار کرده ایستاده بود روز جمعه. من گفتم رفتیم به نماز جمعه، او گفت 5 وقت نماز در کنی نماز جمعه لغت میزنه. توبم استغفر الله. این سوالش طوری است. این برادر گفت که بیا با جمعه بریم، همین 5 وقت نماز بخونیم در کنی جمعه لغت میزنه. نه که جمعه هم فرضه. عزیزی من، جمعه فرضه، یاد نبرد. جمعه با علاهده سوره های، سوره جمعه میتونی خدا خواهد انشاءالله مراجعت کنی. در آیت زیرینش الله چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خدا میگه ای آنانه که ایمان آوردی به یگانگی منو بر روز قیامت، وقتا که اذان کرده شد، این فرمان خداه. کنی 5 وقتا لغت میزنن. الجمعه حج المساکین، جمعه حج مسکین های عزیز من، ثواب خدا خواهد حج دارد. در اون جمعه عید است. الجمعه عیدون، جمعه عید است برای تمامی مسلمان ها، چون که از اونجا میره گناه بخشیده شده میگردی. در جمعه راحت میکنی، امر با معروف میشنوی، نهی از منکر میشنوی. عزیز من، آدم ها میلیون صرف کرد حج رفته ساده، تو بیپل خدا عرده حج در انجام مونده اید. برای هم خدا نماز جمعه را خون، ثواب حاجیان خدا خواهد میسر میشی، ثواب حاجی ها را میگیری. عزیزی من، جمعه را تر نگه. کسی که 3 جمعه را پای در پای تر میکنی، کسی که پیغمبر اسلام که 1 جمعه را تر کنه در قلبش 1 سیاهی پیدا میشود، 2 جمعه را کنه 2 تاج که، 3 جمعه را بالکل قلب سیاه از رحمت خدا دور میشه. نه که کار من نمیگم که کار نکن، کار بکن. نه که وقتی نماز شد اول نماز تکن، اول عبادت تا بجا بیار، اول فرمان خدا تکن، با بیا کارت خدا خواهد با برکات میشود. الله با واسه فرشته با یاردم میکنه کارات انشاءالله. خدا خواهد نگوی گپ، خدا خواهد گناهگار نشو پیش الله. تا حال دل ما رو آزار میتید. صاحب علم هست، حاضر در همین جای اشتراک دارد. جواب بهترین سر رحمت. همین انتظار داشتشی بدیم اینم با ما و آخر خدا خواهد انشاءالله. عزیزی من، این کار را نکنه خدا خواهد انشاءالله. با شما باد صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.